مردی با ایده های فوق‌العاده. و لورن آدمیه که اصلا زحمت فکر کردن به خودش نمیده. کانال خانگاه با افتخار تقدیم می کند. اینجا همون جاییه که بهت گفتم. 12 پوند شکر، 3 قوطی مالت، 12 تا خمیر ریش. تو چی گفتی؟ 12 تا خمیر ریش. کی میخوای اون دندونتو درست کنی؟ هر بار که حرف میزنی صدای فشفش در میاری. چراش مثل لولی آبه. یه دوجین در بطری و 3 تا در باز کن. بجا ببینم این میشه 1، اینم میشه عبارت 2. خب با $8.06 میتونیم 15 تا بشکه درست کنیم. ما که نمیتونیم 15 تا بشکه رو نوش جان کنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که درست کنیم و بفروشیم. راه بیفت بریم. سلام زندانبان. سلام جان، آزاد چطوره؟ سرمون یکم شلوغه، 2 تا مهمون برات آوردم. خیلی خوب، بعداً میبینمت. بریم جورج. خب اینم یه دردسر دیگه که منو توش انداختی. منظورت چیه من انداختم توش؟ این تو بودی که به اون پلیسی با تو آبجو فروختی مگه نه؟ I didn't know he was a policeman. من فکر کردم پلیس مکانیک سیاره. هی بیا این جلو. تو اسمت چیه؟ استندی لوره. دوباره بگو تا پشیمونت نکردم. اسمت چیه؟ گفتم استندی لوره. نمیتونه کاری بکنه قربان، طفلی دندون سوراخه. خب بعد بهش میرسی. اسم تو چیه؟ اولیور نوبل هاردی. آقا ازدواج جنس فروش، آره؟ خیلی خب، چرز خالیشون کن. خیلی خوب.
خیلی خوب، را بیفتین. بریم. را بیفتین. ببخشید قربان، بفرمایید. را بیفتین. بخند. بعدی. بخند. خوبه. خوبه. را بیفت. اگه خوب شد میشه یکی بدی به من؟ زود باش، از اینجا برو بیرون. دست بردار. ای تو، را بیفت. دلغک بازی در میاری ها؟ برین تو. یه جو تازه وارد اینجا قربان. خدا هنوزم از اینا میاد. بیایید با یه درک متقابل شروع کنیم. منم همونقدر از دیدن شما در اینجا متاسفم که خودتون هستید. یک چیزو به ذهن بسپارید. این کاملا به خود شما بستگی داره که در زمانی که اینجا هستید چطور باهاتون رفتار بشه. یادتون نره که اینجا یک زندانه و در زندان همه قوانین باید اطاعت بشه. انضباط موضوعیه که باید در تمام موارد مد نظر باشه. اگه شما زندانیان خوبی باشین همه چیز خوب پیش میره. اگر نه، اگر قوانین رو زیر پا بذارین اون وقت میشه یه جهنم واقعی روی زمین. هر دو فهمیدین؟ بله قربان. این مال چیزشه خود. بندازشون سالون 14. یارو ببره اونجاست. بندازشون سالون 14. بله قربان. بندازشون قبل از اینکه کارم از دست بدم. چشم. با رئیس زندان اینجوری حرف میزنن؟ عجب جون ببری. با رئیس زندان اینجوری حرف میزنه؟ من اون 2 نفر رو نابود میکنم. بندازشون سالون 14. برام مهم نیست کی اونجاست. برین بالا. خوش اومدید رفقا. تماشا کنه بچه بیا باشونه نگاه کن. ساکت.
چیه؟ باید بومی باشه. سلام سرکار. سلام. خیلی خوب برین تو. یا نه تو. چشم. من گفتم سلام سرکار. بگی کی؟ سلام. متاسفم آقای مالی گندو. شکار داری میکنی؟ نشسته بودی رو سرم. ببخشید من اینجا غریبم آقا. نزن قدش. تو اولین جوجه هستی که تونستی ببر رو بخندونی. ازت خوشم اومد کوچولو. تو برای چی اینجا هستی؟ ما یه زوج بطری فروش هستیم. حرف نباشه. تو من دوستای خوبی میشه. متشکرم. بار اول کارت خوشم اومد. سعی نکن طبع لطیفمو خراب کنی وگرنه خفه. اینجا چه خبره؟ نه چیزی نیست سرکار. تفلکی یکم عصبی شده. دفعه دیگه میندازم تو سوراخ. فهمیدی که؟ برید سر جاتون. باشو. اینجا دراز بکش. بیا اینجا.
روز بخیر شاگردان. روز بخیر معلم. روز بخیر شما. روز بخیر شما. روز بخیر شما. روز بخیر شما. خیلی خیلی عالی. خب یه بار دیگه. روز بخیر شما. روز بخیر شما. روز بخیر شما. از اونجایی که شاگردان جدید هستید شما را میبخشم، اما تو کلاس من حق بازی ندارید. خب درس اول امروز صبح می شود. روز بخیر شما. روز بخیر شما. حالا اسمها را میخوانم. هرکی که هست بگوید حاضر و هرکی نیست بگوید بله. حالا می رویم سر امتحان هوشمان. کدام کی بود؟ مردی که رحم نداره. چه کار کرده؟ مرده. خب معلومه که مرده. کی اونو کشته؟ رابین هود. کی اینو گفت؟ من گفتم. درسته؟ زندان چیست؟ گفتی زندان؟ زندان درون جاییست که زندان است. تازه واردی آره؟ در شبان روز چند بار غذا میخوریم؟ سه بار. درست. دو بعدم میتونیم. تو به چی میخندی؟ یه بعدم گیرمون نمیاد آقا معلم. ببین تو سوزن رو هجی کن. نسین باب زنونیه. تو سوزن یه نداره. اون سوزنش خرابه. کی این کارو کرد؟ من که میفهمم چی بوده. میفرستمش دفتر. بسیار خب حالا کمدی چیست؟ تو قامت اشکافی است که لباس میچپانند. درسته؟ تو ترانه بلدی؟ رین دین دین. هی گوش کن، تو بعد از کلاسم میمونی.
حالا عمل جمع رو با هم تمرین میکنیم. دو میشه 4 3 میشه 6 4 میشه 8 5 میشه 10 6 و 6 12 7 و 7 14 8 و 8 16 9 18 10 و 10 میشه 9 میشه 4 3 میشه 6 4 و 4 میشه 8 5 و 5 میشه 10 6 و 6 12 7 و 7 14 8 و 8 16 9 18 10 و 10 میشه 9 و 10 میشه 4 3 و 3 میشه 6 4 و 4 میشه 8 5 و 5. خیلی خوب بفرمایید. تو نه این سلول توه. لطفا ساعت چند؟ آرا آلی چیه؟ ما تا که باید اینجا بمونیم ها؟ فکر کنم حدود 2 ماهی بشه. خدای من چقدر طولانیه نه؟ آره طولانیه. اگه از من میشنوی از اینجا که برم بر میگردم مزرعه، میرم سر کارم. الانم میتونم تصورشو کنم، گل سرخ و گل سرخ که به زیبایی روی پل خم شده، مرغابیام توی آب بازی میکنه و بوی علفهای تازه توی هواست. آلی چیه؟ اینجا بمونی همشو میتونی ببینی؟ خب معلومه. خنده داره، من هیچی نمیبینم. اینجا خیلی تاریکه آلی. تو اصلا تخیل نداری، نمیتونی شکوفه دادن توت فرنگی ها و تمشکار رو حس کنی. من تمش دوست ندارم آلی. خب یه چیز دیگه تصور کن، میتونی هر چی که میخوای فکر کنی. میتونی به 1 هکتار زمین هندونه فکر کنی، میتونی بکنی و بخوریشون. هر چی رو که میتونیم بخوریم میتونیم بفروشیم. هی گوش کنه، امروز روز بزرگیه. قاعدش چیه؟ نگهبانای در 2 برابر شدن، نمیتونیم رد شیم. یا حالا یا هیچ وقت. اگرم شانسی نباشه باید سعی کنیم پیدا کنیم. نگاه کنه، دارن دروازه رو باز میکنن. این آخرین شانس ما. یه دقیقه وایسه بچه ها، من یه فکری دارم. الان حواس دم دریا رو پرت میکنم. هی سلام رفیق، سلام دوست من، بیا اینجا ببینم. شما کجا بودی؟ کجا بودین شما؟ کجا بودی؟ ما با این تو انفرادی بودیم. من تو انفرادی تنها بودم. اون یارو ببره اون بیرون رو به هم ریخته، 2 تا تازه وارد و مجبور کرد فرار کنن. اوضاع خرابه. افراد آماده رو خبر کن، بفرستشون به شرق، غرب، شمال و جنوب. به همه ایستگاه رادیویی تا شوهای 5 مایلی خبر بده. به کلانتری هم اطلاع بده. تونستیم افراد بعد رو بگیریم، اما خودش فرار کرد. بعدش بهشون شلیک کردیم، اما متاسفانه خب چی؟ خیلی دور شده بودن، سایه‌شون هم پیدا نبود. یه جوری ناپدید شدن انگار زمین بلعیده بودتشون. خب نگران اون 2 تا بی دست و پا نباشید. از سگا استفاده کن. شامه سگا اصلا اشتباه نمیکنه. سگا رو پخش کنید به همه طرف. شامه اونا مال دزداست، مال قاتلا. دلم میخواد قیافشون رو ببینم وقتی صدای سگا رو میشنوم. خب برید دنبالش. بله قربان. اطاعت قربان.
جایزه $500. کار تعطیله. اونا تو 100 سال دیگه معلوم نمیشناسن. یه دفعه تو عمرت یه پیشنهاد خوب دادی، یه ایده قابل اجرا. حالا دندونه تو چیکار کردی؟ اون سوراخه رو اونم درستش کردم، خودم تعمیرش کردم. چیکار کردی؟ خودم تعمیرش کردم. یه آدامس گذاشتم اینجام که دیگه صدا نکنه. معنیش اینه که داری از مغزت استفاده میکنی. اینم به خاطر اینه که با من میگردی. منظورت چیه با تو میگردی؟ ساکت. زود باشین بچه ها، بیاین اینجا ببینم. بیاین کوچولو. گفتی خیلی خوب، بریم راه بیفتیم. آفرین برید ببینم. میخوام اسم این یکی رو بذارم الیور. بخون رفه. I'm gonna buy me a ticket that's as long as my arm. I'm gonna ride that train, babe, all night long. I'm gonna ride that train, I mean that southbound passenger train. Go to ride the train all aboard for Birmingham. I got a letter from a dad, babe.
I love it, babe, in Birmingham. I got a lover, got a letter from a jazz. I love it, babe, in Birmingham. But she dressed so neat and she looks so sweet. And when she wants to take you off your seat, she is a foreigner, red hot from Birmingham. That's Southern jazz, I mean that great big Southern jazz. Oh, well, the first thing you do is stick your shovel in and go and put your head out the window and watch the drivers roll. That's Southern jazz, I mean that great big Southern jazz. Woo, 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 all aboard for Birmingham. Lazy moon, come out soon, make my poor heart be warmer. Light the way, bright as day, for my sweet little charmer. Now she's to meet me in the lane tonight. If the sky is bright and clear, oh moon, don't keep me waiting here tonight. Watching and waiting, heart a palpitating, longing for my little lady love. Lazy moon, why don't you show your face upon the hill? Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. Now when my lady sees your face a-peeping, then I know a promise she'll be keeping. Tell me what's the matter, are you sleeping? Lazy moon. Lazy moon, lazy moon, why don't you show your face upon the hill? Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. Now when my lady sees your face a-peeping, then I know a promise she'll be keeping. Tell me what's the matter, are you sleeping? Lazy moon. چی بگم پدر جون، من نمیدونم. البته حالا که اینجوری شده فکر نمی کنم تا ظهر بتونم برگردم زندان.
ندارم شاید بفهمم مشکل چیه. شما چیز از ماشین میدونین؟ بله خانوم. میخوام که به ما کمک کنین. ما خیلی هم خوشحال میشیم. نمیدونم چشه یهو خاموش کرد. آچار همراهتون دارین خانوم؟ بله اونجا رو صندلی عقبه. یه دقیقه لطفاً. اینجا چه خبره؟ پدر جون خیلی متاسفم. آقایون میخوان کمک کنن ماشین رو درست کنیم. نه خب باشه، دفعه بعد حواسم به سرم هست. اون ما رو نشناخته. خب بذار ببینم از کارباراتورشه. نه ممکنه از برقش باشه. نه اینم نیست. بذار ببینم از این نباشه. همین. دست نزن. باری تو ماشین ببین کار میکنه یا نه. من این کاری میکنم. چرا نمیری یه جای دیگه؟ ای وای پدر جون، بنزینمون تموم شده. تعجب میکنم که نفهمیدم. هی اولیور، یعنی سامی بنزینشون تموم شده. ها؟ شما اینجایین؟ متشکرم بچه ها. این کارت منه. هر وقت گذارتون اون برا افتاد بهم سر بزنید. هر وقت بخواید میتونید برای من کار کنید. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. خداحافظ. خوب نگاه کن ببین کسی رو اینجا میشناسیم.
again in the river that flows beside the fields of waving corn. A lonesome soul am I, and here's the reason why. I want to go back, I want to go back, I want to go back to the farm, far away from home, with the milk pail on my arm. I miss the rooster, the one that used to wake me up at 4 a.m. So early I think your great big city's very pretty. Nevertheless, I want to be there. I want to see there a certain someone full of charm. She's charming. That's why I wish again that I was in Michigan, down on the farm, down on the اونجا توی مزرعه زندگی اون بود. خیلی خوب بود بچه ها. بله جدا بود. تو چی گفتی؟ اون صدا به خاطر دندون سوراخشه. کی تو؟ پس باید بری درستش کنی. بله قربان، به محض اینکه برم بیرون میرم درستش کنم. شما اون آهنگر رو بلدین که برمیگردن یانکی ها؟ بیا باید اون دندون رو درست کنیم. زود باش بیا. گفتم بیا. بیا. یه پرونده براش درست کن. بهش برس. باشه. ای نازک نارنجی. بیشی. یواشکی اومدم تو. میگم اولی چه؟ من میترسم. چیزی نیست که ازش بترسی. من اینجا پشتی در میمونم. زود باش تا نفر بعدی. نه دکتر، نه دکتر. اذیتم نمی‌کنه. درد نداره دکتر. اصلا بهش فکر نکن. خیلی خوب نازک نارنجی. اون نه تو. خیلی خوب بشین. اشکالی نداره دوستم اینجا پیشم باشه؟ اشکالی نداره. سر صدا نکن. کدومشه؟ این یکی. دردم داره؟ پس برای چی اومدی؟
خالی شدی دکتر، هی صدا میپیچه توشی. صدا میپیچه؟ بله آقا. خیلی خوب بیشی. دکتر اون کارش کمه، فقط هوا توشه. خیلی خوب بیشین. من میترسم اولی. آخه چیزی نیست که بترسی. بشین. دردش کمتر از بلایی که این روزا سرمون اومده. تو اصلا چیزی حس نمی کنی جانم؟ تو حس نمی کنی، اما من چی؟ اون رفقای دیگه چی؟ اونا واقعا میخندیدن. فکر کن تو مثلا مریض منی، چیزی که نیست، همش تو ذهنته. پس فقط تکیه بده و خون سرد باش. آرا به دندونای من دست بزن، اصلا هیچی نمیفهمم. چرا بهش نگفتی ها؟ فکر کردم داری میخندی. چی شده؟ چی رو بهم نگفته؟ دندون درست کشیدم؟ چرا دندون درست کشیدی ولی مریض غلطه. اونه مریض. خیلی معذرت میخوام. محکم بشین. محکم. دیدی اصلا درد نداشت؟ حتی یه ذره. گوش بده، همه چی حاضر و آماده است، فقط سر وقت دست پاچه نشینا. من طاقت ندارم، همین الان میرم. نه وایسا ببینم، چند پوک میخوای همه چیزو خراب کنه؟ از کجا فهمیدین؟ از اون دوتا تازه وارد فهمیدیم، توی حیاتن، بیرون نگهشون داشتیم. میخواید اونا رو ببینید؟ نه من باشون حرفی ندارم. ببره دوباره میخواد فرار کنه. I've no time to question those two fish now. میگم چی کار کنین. نگهبانای جلوی در بشه 2 برابر، پای دیوارم همینطور. به همه خبر بدین، به فرمانداری هم اطلاع بدین. بیشترین اسلحه رو بزنین جلوی در ورودی. این چیزیه که لازم داریم. پس میخوان امروز نمایش بدن، میخوان تا آخرش بجنگن، درسته؟ اگه میخوان اون روی منو ببینن پس حتما میبینم. برین کاراتونو بکنین. بله قربان. هی میشه بگید موضوع چیه؟ ما یه جلسه مهم داشتیم. خب جلسه رو بذارید توی سالن غذاخوری، دنبالا بیاین. ما نمیخوایم بریم اونجا چون نمیخوایم چیزی بخوریم. شما نمیخواین چیزی بخورین؟ نه آخه ما اعتصاب غذا کردیم. بله دقیقا همینطوره. خوب، پس میخواین از غذای امشب که بوقلمون سرخ شده است با مخلفات فراوان چشم‌پوشی کنیم. سیب زمینی تفت شده به سبک اروپایی با تعدادی بیسکویت و پشتبندش دسر توت فرنگی با خامه و پودر شکر و یه جور گیلاس رسیده آبدار درست گذاشته شده وسط اون. میخواد بگذارید که پشتبندش هم یه نوشابه خیلی خنک میاد و یه سیگار بلند و بزرگ برق. فکر نمی کنم بشه گذشت ها؟ با آجی؟
همه چی میتونید بخورید. میگم چطور اتصال غذا رو بشکنیم بزنیم برای فردا. خب اما حتما فردا، نه یه لحظه دیرتر. زود باشید برین. بریم بشینید سر جاتون. هی پس اون خوراک بوقلمون چی شد؟ آفش رو بشین سر جات. یه قد کافی دردسر نداریم که تو نمک رو میریزی رو زمین؟ یه آرزو کن و بریز پشت شونه کپت. اون بالا چه خبر بود؟ خودت میفهمی. زندانبان میخواد مچ تو بگیره. اون گفت به نظرم اون موش کثیف جاسوسی ما رو میکنه. آره ولی من حالشو میگیرم. منم حالشو میگیرم. بعدشون گرفتم.
ما آزادیم، هیچ کتم نمیدونه ما کجاییم. بزن بریم. برگرد جا، برگرد تو. گفتم برگرد تو دلم.
جون گفت تو تن از بخشنده کنید. حالا گیر افتادیم، همش تصدیل شما بود. عملیه اون چیه؟ اون کلی داره بده من ببینم. حالا میتونیم از این طرف فرار کنم. بیا بیای بریم بگیریمشو. آخه چرا مراقب نیست؟ چند دفعه بگم این دوتا بی دست و پا میخوان جلوی ما رو بگیرن. پسران من که شما پسران من هستید، توی دستهای من برگه های سپاس برای هر دوی شما. این حرکت از طرف فرماندار برای قدردانی و تشکر در برابر شجاعت شما. حرکت دلیرانه شما در محوطه داخلی زندان ما را از یک فاجعه حقیقتا مصیبتبار ملی نجات داد. متشکرم قربان. حالا برید و زندگی جدیدی رو شروع کنید. اینجا رو فراموش کنید و بگذارید این قسمت داستان در همین جا باقی بمونه به عنوان نمادی برای یادبود شما. و فراموش نکنید که من دوست شما هستم و برای هر چیزی که من بتونم انجام بدم تا اقامت در اینجا رو فراموش کنید کافیه هر وقت بخواید یک تلفن بزنید. متشکرم قربان. ما از نو همه چی رو شروع میکنیم. حتما میتونیم شروع کنیم. میشه دستور بدیم دوتا قفس به ما بدن؟ فیلم‌های دوبله دیگر در وبسایت مشهد فیلم.